مردی به اسم محمد عجلان مدتی بود ثروتش را از دست داده بود و به شدت فقیر شده بود و مقدار زیادی بدهکار شده بود. بالاخره به فکر افتاد که پیش حاکم مدینه که از آشنایانش بود برود و از نفوذ او استفاده کند. عجلان در میان راه پسر عموی امام صادق را دید و پس از سلام و احوال پرسید. پسر عموی امام از او پرسید کجا می‌روی؟ عجلان گفت مقدار زیادی بدهی دارم و فقیر شده‌ام. نزد امیر میرم تا کارم را راه بیاندازد. پسر عموی امام گفت از جعفر صادق چند حدیث قدسی شنیدم و میخوام برایت بگویم. خداوند میفرماید به عزت و جلالم سوگند کسی به غیر من خدا به چیز دیگری امیدوار باشد و روزی و برکت خود را از دیگری بخواهد، امیدش را نسبت به اون شخص قطع می‌کنم و وای بر این بنده، چون این بنده بدون اینکه ما را بخواند و از ما بخواهد من نعمت‌های خود را به او عطا کردم. امکان ندارد بنده من مرا بخواند و من خواسته‌اش را رد کنم. آیا بنده من وقتی به او گوش چشم دهان دست و پا دادم مگر از او پرسیدم که آیا اینها را می‌خواهی یا خیر؟ عجلان وقتی این احادیث را شنید به اشتیاق افتاد و بار دیگر از پسر عموی امام درخواست کرد که برایش دوباره بخواند. عجلان با این شنیده‌ها خوشحال شد و با دلی آرام و توکل بر خداوند منزل خود برگشت و عهد کرد تمام کارهایش را به خداوند بسپارد. طولی نکشید که تمام گرفتاری‌هایش برطرف شد و قرض‌هایش پرداخت شد. یادتون باشه از اعماق قلبتون با ایمان به خداوند چیزی را بسپارید، او شما را ناامید نمی‌کند. و بر خدا توکل کن، کافی است که او یار و مدافع تو باشد.